خیری در زنا بود، اگر خیری در شراب بود، اگر خیری در قلیان و سیگار و تنباک و تتن و اگر خیری در مواد مخدر بود، خداوند اول به پیامبرش اجازه میداد، بعد به یاران وفادارش، بعد به انصار و مهاجر اجازه میداد که اون خیر رو استفاده بکنند. پس بدانید که خیری در گوشت خوک نیست، خیری در ربا نیست، خیری در کفر و شرک و معصیت و گناه نیست، خیری در تفرقه نیست، خیر در اتحاد و انسجام است، خیری در دشمنی نیست، خیری در بخیلی نیست، خیری در بهتان و تهمت نیست، خیری در غیبت کردن دیگران نیست، خیری در مسخره از مؤمنین و انسانها نیست، هیچ خیری در شری وجود ندارد و هیچ شری هم در خیر وجود ندارد. چیزی که خداوند گفته خیر از شر درش نیست، با کمال اطمینان خود را به اون خیر نزدیک کن. ولی باید بدانید چه چیزی خدا گفته خیره. خیر اون چیزیست که الله گفته خیره، نه اون چیزی که ما میگیم خیره. خیلی چیزها شاید ما بگیم خیره و استفاده میکنیم و انجام میدیم، در صورتی که دین اون را تأیید نمی کند. پس هیچ خیری هم در معصیت و شر نیست. وقتی خداوند چیزی را شر معرفی کرده، اگر کل انسانهای روی زمین همه اون را خیر معرفی بکنن و همه لباس خیر بر تن شر بکنن و شر را جلوه خیر و زیبا بدهند، باز هم محتواش عوض نشده. خداوند خالق انسانها و خالق اشیاست، ظاهر باطن همه مخلوقاتش را میداند. ما باید با انجام کارهای خیر خود را به الله نزدیک بکنیم. الله صاحب نعمت هست، نعمت را در منتهای محبتش نسبت به بندگانش برای بندگانش قرار داده که استفاده بکنن. هیچ او بنده هایی که نماز ندارن باید که ما و شما در نصف شب به حالی وا بگیریم که خالق خودشون رو نمیشناسن، خدای خودشون رو نمیشناسن، به نمازهای بیچاره میبرن از دنیا به توشه، خالی و خالی میبراید میروند. به حالی و ما باید بگیریم به حالی به نمازها. چقدر به نماز است. اهل مشایخ میگفتن که دیوالهای حولیتون بلند کنین، مستحکم کنین، حتما دیواراتون انداور کنین، مستحکم کنین که تا که از طرق کفیدگی دیوار شما چشم یک به نماز در حولی شما نافته که کثافتی دارد. از طرقی و چشم به نماز در حولی شما نافته. امروز خانه ها پری به نماز است. خانه مسلمان و مسلمان زاده هست، میبینی در خانه چند به نماز است. آوازی از آن میشنم، مسجد نمی آید، قیام ندارد، رکوع ندارد، سجود ندارد، هموت خالی است. بسم الله ما شاء الله وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه وسيدنا محمد يستنى، بعد ما يلعب يجري عليه بحنان الأب ربي، والحنية تبان في عينيه وبيضحك له رسول الله. صلوا على سيدنا المختار، قال له في ودنه على مشوار، وأنس طفل صغير لكن كان بيأمنوا على الأسرار. خبى السر يا أمحايا مهما تزن النحلة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا النور شفاء صدور
فاض وعطر كل لسان. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر